Assalomu alaykum hamjiron aziz va Hikmatullo Jo'rayev. به paxta بیاگم استوده بودیم نتیجهش در کانالمون نشان داده رفته استودیم. امروز سنه 11 ایون هست. paxtamon alakay ba'zishon gulkini rasal کرده است. اینجا ده هست. من اینجا ده هست. خب جبورا alakay محکم کرده استوده است. قدشون لیکن گفته گذاشتم در کلاس این زمین خودش بقوت بوده است. واسه میرم دیگر پخته اونجا دارم بیاگم استودگیم این گونه نتیجه نیست لیکن تا اینکه شفافیت تامین کردن من همش نشون میدم که به شما چگونه فرق دارد. خب بعد از این من سیمچکه میرم و این سیمچکه از دور معلوم است. دست چپش طرف چپش بیاگم استودگیم این سیو کمی بلند. بعد از این سلیتر است. طرف چپش کمتر بلند طرف راستش پستر. بعد از وای مابینش با پوری گو است. این الکی رنگش هم دیگر است. قدش هم پست است. و چتی دست راستش حتی نکنم 110 کیلو چند کیلو هم بیاگم استودگیم تمام همین گونه است. ولی اینو هم از نزدیک نشون میدم. من این پختمو اینم دو بار بیاگم خوردم الکی. لیکن اینم گل کرده است. این هر قدم در گلش هست. یک بار دیگر سنه امروز 11 ایون است. من گفته میگذارم. خیلی که زیادتر میبینید گلشون. خوب من لیکن بعضی قسمتش مایده هستند. این زمین ما نه اونقدر زمین بقوت است نسبت به اولانگیش. خوب من یک چه اهمیت دادم وقتی که بیاگمش رو با ترکتر میتین اما یک کس در پشت ایستادن در کار کم با چوب کوفتن در کار که بیاگمش منتظم یک خیل فروید. در تجربه ما این گونه نبود. همون بیاگمش رو با ترکتر دادن ترکتر خودش رفت. مقصد ممکن که بعضی جایشتا میفرومونن یا بعضی جایشتا الکی تمام میشدن که پستوی خلاصوی خود کتی می آمدن. همین گونه هم بودن. در این خاطر یک کس دائمی نظارت کند با فکرم این گونه نمیشد. من نگاه کردم ممکن که همین جودا همون خلاصوی خود کتی ترکتر هم خیلی آمده باشد که بیاگمش نفرومده باشد. لیکن قسمت های دیگریش خیلی نیست. برای همین یک کس باید نظارت باشد. باید خود رسان کنم. اینجا 170 کیلوگی دو بار 340 کیلو بیاگمش دادن. من سیم بار دا سلیتر دادم. من نیتام سلیتر دادم. انکتون آب میچن. انکتون ما زمین بی قوت است کو زمینی که همون پخته احسابی نوش نمایش از دیگراش قفا موندگیان هم خیلی زمین میابیم. از برگشت جد کی بیاگمش میچیم. یعنی ورمیچه میگود ورمیچه تیار میکنیم و از برگشت میچیم نصیب. کو چگونه تاثیر میکند در کانال ما میخوام باشم حتما پاتوستا شاید از نتیجه با خبر شید. من سیمچکمان الکی گلکنه را سر کرده است. امروز سنه 11 ایون. خب آدم ها خرسان میکنه البته. این در پایین ترش بازم گلوشان هستن. واسه در نوار ممکن که نمایان نشود لیکن خودم دیدم از دور گل کرده دایره کرده ایستاده است الکی. خب و از همه مهمش خودشون خوب حس کرده ایستاده است. با فکرم نصیب سیاه از رنگش معلوم است. خب این 170 کیلو حتی نکنم بیاگمش دادیم. بعد پوری گوه باسته آب علرش کرده دادن یا اینکه دورنشته خیلی چوشیده دادن. من خودم در سرش نبودم هم خیلی دادم. خب پیش از پوری دادنم نغز بود. خودشون هم تعریف کردن. حکم بیاگمش نتیجهش در سیمچکه تیزتر معلوم شد. با فکرم سیمچکه پتگریشه است و همین خاطر سراز افکتش نمایان شد. لیکن پخته احساب که پخته رشتهشان تریشه است و همین خاطر باید راه یابیم که تا اینکه ثمرناک مقصدناک بیاگمش استفاده کنیم.
وابسته به خاراکتری خودی رستنی. همون رستنی خاراکترش آموختم. پس همون ریشش چخیل رواج می‌یابد، چخیل من نوشنامه‌اش وابسته به کدام عنصرها وابستگی دارد، همون عنصرها را آموختم. پس بیاگم سخشوی تین و فکرم نتیجهش نحسن میشد. و به همین ویدیومون به آخر رسید. به همه تنسکردی خانواده می‌خواییم.